درود به تمام دوستان. بودجه نظامی آمریکا به تنهایی بیشتر از بودجه نظامی چین، روسیه، انگلیس، فرانسه، ژاپن، عربستان سعودی و هنده. مخالفان این بودجه هنگفت معتقدن همین بودجه باعث میشه تو گوشه کنار دنیا جنگ و مداخله صورت بگیره. اما موافقان میگن نه، این بودجه و این قدرت باعث میشه که صلح برقرار بشه. اما این بودجه یه حسن دیگه هم داشته، باعث شده که پول زیادی ریخته بشه تو جنگ افزارهایی که میلیاردها دلار قیمتشونه. مثلا این ناو هواپیمابر که با سوخت اتمی کار میکنه و حدود 13 میلیارد دلار هزینه ساختشه. اما تو این برنامه میخوایم درباره گرونترین پرنده جنگی صحبت کنیم، بمب افکن B2 اسپریت. آمریکا 330 میلیون نفر جمعیت داره. اگر جمعیت آمریکا رو روی قیمت این پرنده تقسیم کنیم، مثل این میمونه که هر آمریکایی برای ساخت اون 6 دلار داده باشه که جمعاً میشه 2 میلیارد دلار. 2 میلیارد دلار برای یک هواپیما خیلی پوله. اگر 2 میلیارد دلار رو 100 دلاری کنیم، با 16 تا پالت اینطوری روبرو میشیم. شاید از خودتون بپرسید چرا یک بمب افکن B2 اینقدر گرونه؟ B2 اسپریت نام بمب افکن رادارگریز چند منظوره شرکت نورتروپ گرومن با کمک شرکت بوئینگ که توانایی پرتاب جنگ افزار هسته‌ای و متعارف رو داره. این هواپیما 2 تا خدمه داره، یکیشون خلبانه، یکیشون هم رئیس مأموریته. برنامه توسعه این بمب افکن از زمان جیمی کارتر شروع شد و تا زمان رونالد ریگان ادامه داشت و هدف ساخت این بمب افکن جنگ سرد بود. ولی بعدها در جنگ‌های دیگه هم استفاده شد. جنگ‌هایی مثل جنگ افغانستان. نسخه‌های اولیه B2 737 میلیون دلار تموم می‌شد که بعد از چند سال به 929 میلیون دلار افزایش پیدا کرد. اما باز هم مهندسان ساخت اون راضی نشدن و بالاخره بعد از تجهیز کامل این هواپیما قیمت تولید به 2 میلیارد و 100 میلیون دلار رسید. وقتی که در سال 1997 B2 به اوج تکامل خودش رسید، دولت آمریکا 20 از اونا رو سفارش داد و فاکتوری که دریافت کرد 44 میلیارد و 650 میلیون دلار بود. یعنی هر کدوم بیشتر از 2 میلیارد افتاد برای دولت. این پول رو تقسیم بر جمعیت آمریکا که بکنیم، یعنی هر آمریکایی 135 دلار برای این 40 تا بمب افکن پول داده. اگر هم وزن این هواپیما طلای ناب داشته باشیم، نمیتونیم یه دونه از این هواپیما رو بخریم، چون پول اون طلاها کمتر از پول یه دونه از این B2 هاست. این 20 هواپیمای گرانبها در حال حاضر در حال خدمت در ارتش آمریکان و قراره تا سال 2032 به ارتش آمریکا سرویس بدن. جالبه بدونید که خلبانان B2 با خلبانای دیگه فرق دارن. فقط 80 تا خلبان برای این 20 هواپیما تربیت شده و به غیر از اونا کسی نمیتونه این هواپیماها رو به پرواز در بیاره. یکی از حسنیات این هواپیما اینه که احتیاجی نداره که برای هدفگیری و زدن هدف بیاد پایین. اون میتونه تو همون ارتفاع بالا، یعنی 50,000 پایی که معادل 15 کیلومتر میشه، هدفگیری و شلیک کنه. این غول پرنده با یک بار سوختگیری میتونه تا 10,000 کیلومتر پرواز کنه و این در صورتیه که اگر وسط راه بهش سوخت برسونن تا 18,500 کیلومتر پرواز میکنه. یعنی میتونه نصف دنیا رو طی کنه و این در صورتیه که مثلا F-35
فقط 2200 کیلومتر برده باکشه. البته F-35 در کنار B-2 مثل یک بچه میمونه. B-2 در بیشتر جنگ‌های آمریکا شرکت داره. همینطور که گفتم در افغانستان بوده، در جنگ عراق شرکت داشته و لیبی رو هم بمباران کرده. گفتیم که فقط 40 فروند از این هواپیما ساخته شده و هیچ کشور دیگه‌ای بجز آمریکا این رو نداره، چون بهش نمیفروشن اصلا. برای همین هیچ کس نمیدونه که چرا این هواپیمای B-2 اینقدر گرونه. اطلاعات دقیق فنی این هواپیما بسیار محرمانه است و کسی زیاد نمیدونه که این چیه. فقط چیزی که از این میدونن اینه که خیلی گرونه. یکی از بزرگترین اسرار این هواپیما رنگ روشه و اون چیزیه که ما به شکل رنگ میبینیم، ولی اون یه موادیه که روی این هواپیما کشیده شده به طوری که هیچ راداری نمیتونه بگیرتش و این روکش و نگهداری از اون یکی از دلایلیه که این هواپیما به شدت گرونه. نگهداری این هواپیما به شدت گرونه، چون روکشی که روی اون رو پوشونده بهش میگن روکش آبدوست. اون طوریه که آبو میکشه تو خودش و تو خودش نگه میداره و طوری میشه که مثل اینکه توی آب شنا بره. برای همین هیچ راداری نمیگیرتش. ولی اگر کوچکترین نقصی توی روکش اتفاق بیفته، رادارها میتونن بگیرنش. برای همین این هواپیماها باید مرتباً نگهداری بشن. نورتروپ گرومن و بوئینگ با ساخت این هواپیما برای خودشون یه بیزنس پردرآمد درست کردن، چون به غیر از اون پول کلونی که برای این هواپیما گرفتن، نگهداریش هم دست خود اوناست. اینطوری بهتون بگم این رنگی که روی این هواپیما خوابیده برای پنهانکاری این هواپیما مهمترین چیزه و هر 7 سال یک بار این رنگ دوباره باید نو بشه. اون رنگم فقط خود همین نورتروپ گرومن و بوئینگ میزنن، یعنی نمیتونیم بدیم نقاش محله رنگ کنه. اونا هم برای رنگ کردن این پرنده غول‌پیکر 60 میلیون دلار برای هر کدومشون میگیرن. اگر با طلا بهش رنگ بزنی ارزونتر میشه. پس حساب کنیم اونا 40 تا از اینا دارن و هر کدوم هم باید 60 میلیون دلار پول رنگ بدن. همه اینا رو گفتیم، ولی طرفداران تئوری توطئه نظر دیگه ای دارن. اونا میگن این قیمت واقعی نیست و امکان نداره یک هواپیما اینقدر گرون تموم بشه. اونا میگن که دولت پیازداغشو زیاد میکنه که بگه من یه همچین چیزی دارم. چون نمیخوانن به کسانی دیگه بفروشن، یه قیمت الکی دارن اعلام میکنن. اونا میگن این هواپیماها خیلی تموم شده باشن دونه‌ای 500 میلیون دلاره. شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید اینا دونه‌ای بیشتر از 2 میلیارد تموم شده، یا اینکه میگیم مثل اونا دونه‌ای 500 میلیون؟ اما اگر یه مقداری که فکر بکنیم میبینیم که بایستی گرون باشه، چون فقط 40 تا دونه از اینا ساخته شده. اگر ارزون تموم میشد ممکن بود بیشتر تولید کنن. ماشین هم همینطوره. مثلا یک تویوتا کورولا نمیتونه هم قیمت یک بوگاتی ویرون باشه. یک کورولا در عرض 13 ساعت ساخته میشه، اما ساخت یک بوگاتی ویرون 6 ماه زمان میبره. به امید روزی که هیچ کشوری مجبور نباشه انقدر پول خرج ارتشش کنه. به امید صلح برای تمام جهان، مخصوصا کشورهای منطقه‌مون. در آخر و مثل همیشه زنده باد انسانیت.